چجوری در وام کردی؟ با کارت تلفن رفتم توی خونه، دیدم صاحب خونه کسی نیست، ولی عطر غذا پیچیده توی این خونه. منم گشنه رفتم تو آشپزخونه به خیال و راحت، انگار تو خونه خودم. قشنگ غذا رو اجاق برداشتم برای خودم، کشیدم و خوردم و جاتون خالی. ظرفا رو شستم و گذاشتم سر جاش. همونجوری رفتم تو، همونجوری هم برگشتم، در بستم، چیزی دیگه بر نداشتم، دست ندارم. چرا؟ به خاطر این نمونه که اون خونه رو خوردم. تو لاپله داشتم میامدم، در حیاطشون وا شد، صاحب خونه با زن و بچه روبرو شدیم به هم دیگه. گفت تو چی کاره؟ گفتم من دوزم. همینجوری دیگه روبرو شدم. خب گفت من چی کار؟ گفتم اومدم دزدی. چیزی هم داری میبری؟ گفتم نه، اومدم دشمن بود، غذا خوردم، ظرفاتونم شستم، گذاشتم سر جاش. عزیزم زنش دست به جیب کرد، اون زمان 400,000 پول گذاشت تو جیب من. گفت برو ولی دیگه این کارو نکن. به خاطر این نمونه که اون خونه رو خوردم.